بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ امروز کلا کار نکردیم. الان می‌خوایم این ماکت رو استارت بزنیم. ببینید از ته انبار چی کشیدیم بیرون. امروز کلا رفتیم سراغ انبار رو تمیز کردیم. این پروژه برای 6-7 سال پیشه. اصلا خودم وقتی دیدمش برگام ریخت. ببینید خیلی سیستم تعلیق خفنی داره. دقت رو ببین. یکی بلند یکی کوتاه. حالا این میلش هم نمیدونم برای چی احتیاج داشتم، قطعش کردیم به سادگی. ولی این جعبه فرمونشه، خیلی جعبه فرمون خفنی داره. ببینید موتور وصل میشه روی این چوب و میتونه چپ و راست رو انجام بده. اینم که گیربکس عقبشه. البته گیربکس نمیبینیم، قرار بوده نصب بشه. سیستم تعلیقش رو فقط. تازه تنظیم ارتفاع هم داشته. این سوراخ‌ها رو، این دوتا سوراخ رو میبینید وقتی میان کنار هم یه میله میره داخلش، دیگه همینطوری کف قاب میمونه. گفتم بهتون نشون بدم.